خداوند جل و علا میگه که استعوذ بالله در قرآن از این شب میگه که شما دعا و قال ربکم ادعونی استجیب لکم، شما دعا کنید با سبب دعا شما چی کن اجابت کن. نگاه کن پیش روی فقط روی همین کارنیست میگیرته که فقط چی برادرها دعای شما بخزین دعا کنین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الدعاء بین الاذان والقامت لا يرد، دعای بین اذان و قامت رد نمیشود. یا دعایی که 10 منوت ماندن نماز شام آماده میشین وقتی انسان دعا کرد دعاش قبول ای. یا نماز تهجد اجابت دعا کنین که بر پروردگار دولت های روی دنیای مسلمان از همین کسل وبا نگهبان باشه و دعا کنین که پروردگار تاجیکستان کسل رفته است همون را چیکار کنه الله تبارک و تعالی از سرزمین تاجیکستان از صمیم تمام مسلمان هایی که روی دنیا نگهبان باشه. این چیه؟ این غضب خداونده. ما فقط دعا میکنیم پروردگار ما را بازم هدایت بفرمای، پروردگار ما بازم در تو شدیم ایمان ما بازم مستحکم شد که یک ویروسی که هست ما در چشم دیدن نمیتونیم نکی چیه همو به ایجادات تو هیچ کردن نمیتونه. هر چیز بخوای الله همون میشود، هر چی نخوای اون نمیشود. الله سپاسگزارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرها. با ان شاء الله با صحبت خیلی زیاد میشود.